دوستان گل، امروز اومدیم با بحث عوض کردن مک آدرس روی ویندوز و روی کال لینوکس. برای کسی که نمیدونن مک آدرس چیو مثلا عوض کردنش چه مزیتی برای ما داره، مک آدرس یه حالت کد ملی مانند واسه قطعات الکترونیکی مونه. مثلا چی بگم، سیستم یه مک آدرس داره و این کد ملی رو که برای سیستم وجود داره مثل آی پی نیستش شما بتونید با یه وی پی ان عوض کنید. و اکثر شرکت ها مثلا اکتیویژن سازنده کال آف دیوتی میخواد بند کنه مک آدرس و هاردور آیدی شما رو بند میکنه، چون میدونه اکثر پلیرها نمیدونن که این چیه، چجوری میشه تغییرش داد، اصلا میشه تغییرش داد یا نه. و خیلی از شرکت ها مثل شرکت انجین اونینگ که چیت کال آف دیوتی میفروشه، چیت کانتر میفروشه، اینا میاد همزمان باشه اسپوفر هم میفروشه. اسپوفر چیه؟ اسپوفر چیزی که میاد همین مک آدرس هاردور آیدی اینا رو عوض میکنه و به قولی توی اینترنت انگار شما یه کامپیوتر جدید خریدید. حالا من میخوام شما یاد بدم که چجوری خودتون مک آدرس عوض کنید که نرید دیگه پول اسپوفر بدید، چون اسپوفر ماهانه فکر کنم 15 یورو دیگه ارزون ترینش اشتراک ماهانش. این یه بذارید اینجا بهتون نشون بدم. اینجا شما یه دونه نمای خلاصه میبینید که مک آدرس حدوداً چه شکلیه. یه چیزی که از 6 تا بخش تشکیل شده و هر بخشش 2 عدد هگزادسیمال داره. دیگه زیاد وقتتون نمیگیرم. اگه میخواید این مک آدرس چیه، ویدیو تو اینترنت زیاده، شاید که خودم درست کنم، میتونید سرچ کنید یه توضیح درباره مک آدرس بیشتر پیدا کنید. ما میخوام تو این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری میتونید مک آدرس رو برای ویندوز و همچنین برای کال لینوکس عوض کنید. برای کال لینوکس اول شروع کنیم، چون برای ویندوز عوض کنیم کانکشن اینترنت قطع بشه برای چند دقیقه، واسه همین اول اینجا انجام میدیم. توی کال لینوکس شما کافیه که برید توی ترمینالتون و دستورایی که من اینجا وارد میکنم و وارد کنید. اول از همه میریم تو سودوسو که یه وقت مشکل دسترسی بهمون نده. if config میزنیم if config. خب اینجا شما نکنید th0 باید اینجا نوشته باشه که مک آدرسمون رو نشون بده. گوشش نمیتونم زوم کنم، زومش کنیم. اول مک آدرس ناشیش، این مک آدرس ماه، مثلا اینجا نکنید این مک آدرس ماه و ما قراره که اینو عوض کنیم. حالا عوض کردن چجوریه؟ اول از همه ما میزنیم if config eth0 down. این یعنی که مک آدرس رو اول غیر فعال میکنیم، اون سیستم که مک آدرس اون پروتکل رو غیر فعال میکنیم. شما اینو مینویسید و اینتر رو میزنید. چیز خاصی نشون داده نمیشه ولی شما انجامش بدید. بعد که اون انجام دادید دوباره مینویسید if config eth0 hw ether. بعدش نکنید این دستوری که میتونید برای عوض کردنش انجام بدید. ETH اسم آداپتری که مک آدرس نشون میده، داون که خاموش میکنیم واسه دستور قبلی بود و اینجا داریم چیز میکنیم، دستوری وارد میکنیم که آقا ریستش کن، عوضش کن. حالا شما میتونید هر دست مک آدرسی که خواستید بدید. مثلا میتونید بدید چه میدونم فقط بعد اون گفتم که 6 بخشه که هر بخشش 2 تا عدد هگزادسیمال داره. تا وقتی شما این قانون رعایت کنید هر چیزی که بخواید میتونید وارد کنید. من میزنم مثلا 1 1 این دو نقطه من کوش یا خب بذارید من کپی کنم، اینو کپی میکنم اینجا کپی. بعد اینجا دوباره می‌نویسیم if config ether eth0 htw. خب الان دوباره من پیستش میکنم. پیست چرا پیست نشد؟ کپی نشد. کپیش کنیم دوباره کپی. خب پیست خوردهای زیرشو بزنیم بره بغلشو. خب این الان من تغییرش میدم 08 رو میکنم 92 مثلا. همین الان تغییر کرده مک آدرس من کامل تغییر کردم. حالا یکم دستکارش هم میکنم. اینجا مثلا می‌نویسم A، اینجا رو مثلا میکنم B. الان مک آدرس تغییر دادیم دیگه. قبلی این بوده، شاید دقت کنید با الان کردمش این. ما اینتر رو میزنیم. بعد دوباره آخرین کاری که بکنیم اینه که دوباره روشنش کنیم. همون دستور بالایی بودش if config eth0 رو میزنیم ولی به جای داون این دفعه می‌نویسیم آپ. خب الان بعد مک آدرس ما عوض شده باشه. کافیه که دستور if config رو بزنیم تا ببینیم عوض شده یا نه برای تست کردنش. و همونطور که میبینید مک آدرسمون عوض شدش. به همین راحتی مک آدرسمون عوض شد، انگار یه اسپوفر استفاده کردیم. این برای کالی بودش. توی کالی شما میتونید اینو به صورت دستور توی ترمینال انجام بدید. اون توی ویندوز این متفاوته. توی ویندوز بعد این برنامه رو دانلود کنید که اسمش تکنیتیوم مک آدرس چنجر.
من لینکشو براتون توی قرار میدم، توی دیسکریپشن قرار میدم و دانلودش هم با هم انجام میدیم. زدم دانلود شد و برنامه رو ران میکنیم. اوکی نکست رو میزنیم، agree next install. دید که نصبش اصلا چیز خاصی نیستش، 3 سوت نصب میشه و حالا سعی میکنیم رانش کنیم، سرچش کنیم ببینیم میاد بالا بینم TMAC V6 تیمک ورژن 6 اینو سرچ کنید میاد بالا وقتی که نصب شد، چون وقتی نصب میشه قیب میشه میره واسه خودشون. برنامه رو ران میکنیم. اوکی یس اوکی. بعد اینجا شما میتونید مک آدرستون رو عوض کنید. تو این قسمتش شما میتونید مثل کالی همونطور که خودمون دستی وارد کردیم یه مک آدرس وارد کنید، اگر نه که من توصیه میکنم یه رندوم مک آدرس بزنید، اینجوری یه رندوم خودش بهتون میده، روی چنج نو کلیک میکنید و مک آدرس شما کامل عوض میشه. هر موقع هم خواستید که کارتون تموم شد، مثلا می‌خواستید کالاف بزنید، مثلا میگم کالاف چون خودم با کالاف خاطر زیادی کار می‌کردم، کارتون که تموم شدش کافیه که ریستور اوریجینال بزنید تا مک آدرستون برگرده به مک آدرسی که قبلا بود، مک آدرس اوریجینال سیستمتون. اینم بهتون میگم وقتی که مک آدرس عوض می‌کنید ممکنه که یه لحظه مثلا چی مونم آداپتر وای فایتون قاطی کنه، چون بر اساس مثلا مک آدرس کار کنه ممکنه که اونو هنگ کنه قاطی کنه، یکم ممکنه به مشکل بخورید. مونتا برای همین کارهای بیسیک که مثلا چه میدونم اکانت جدید مثلا یه بازی بسازید، وارد یه وبسایت بشید که میخواید مثلا به دارک وب میخواید امن‌تر باشه، این کاملا جوابه. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگر سوالی داشتید توی کامنت بپرسید. تا ویدیوی دیگر بدرود.